قدرمنو هیوادوالو درنو عزیزانو ښه راغلاست او هرکلی درته وایم د خپرونې دوام دی له نیکه مرغه له میلمه سره په خپرونه کې یو او له میلمه سره به پر مهمه موضوع باندې خبرې کوو. هغه موضوع روباتیک ده چې اوس مهال د هیواد په ډیریو خصوصي ښوونځیو کې دا مضمون زیات شوی دی او زده کوونکي په دغه چاره باندې بوخت دي. ښاغلی استاد نوید هم په خپل ښوونځي کې یو نندارتون په لاره باندې چاپ شوی و چې د روباتیک یا د نوښتونو یو نندارتون و. دا چې دا نندارتون څومره مهم او څومره اړین دی پرې خبرې کوم له ښاغلي استاد عرفان نوید صاحب سره چې په دغه برخه کې کافی تجربه لري او دا نندارتون هم دوی په لاره اچولی و. آقای نوید سلام، صبحتان بخیر و بسیار زود خوش آمدین. سلام، وقتتان بخیر. سلام خدمت بیننده هایتان. تشکر، سلامت باشین. بسیار سپاس آقای نوید که دعوت ما را پذیرفتین آمدین در برنامه. دقیقا فکر میکنم که هفته گذشته یک نمایشگاه بخش روباتیک در مرکز آموزشی شما برگزار شده بود. این کوتاه راجع به این نمایشگاه بر ما معلومات بدین. سپاسگزارتان. خب ما به خاطر کشف استعدادهای دانش آموزای ما باز شاگردا را یک ارزیابی کردیم که کیها در بخش روباتیک استعداد دارن. همون قسم که شما میفهمین ما و شما از آغاز تولد به یک استعداد به یک توانایی های ساخته شدیم بگوییم یا در بخش توانایی بیش از حد می داشته باشیم. بنابراین ما شاگردا را جستجو کردیم و پیدا کردیم تعدادی از شاگردا را که در این بخش توانایی داشتن. پس از اون باز روی تواناییشان کار کردیم و خودم هم همراهشان کار کردم تا اینکه یک تعداد ربات را ساختیم و هم از طریق ریموت کنترل بود. خیلی نام خدا همو توانایی و استعداد شاگردا بود که آن به نمایش گذاشته شد. بسیار عالی. آقای نوید، در کنار مضامینی که از طرف وزارت محترم معارف مد نظر گرفته شده است، وجود همچو برنامه ها یا همچو مضامین مانند روباتیک یا بخشایی که بتواند آیکیوی دانش آموزان را تقویت بکند، چقدر تاثیرگذار است روی روند آموزشی و پرورشی و چقدر کمک میکند تا آنها هم ابتکارات و نوآوری های عالی داشته باشه؟ خب اما قسم که میفهمین ما کشور ما بنا به دلایل مختلف از لحاظ آموزش بیشتر نیازمند است که تا این موضوعات جدا از مضامین درسیشان بخشی دیگه هم مضامین تقویتی بوده باشه، مضامین روباتیک و این موضوع ها. و ای که گفتین چقدر تاثیر داره، بله یا باعث انگیزه دانش آموزا میشه، باعث این میشه که مهمتر از همه همو توانایی که با معذرت همو توانایی که در وجودشان هست سرکوب نمیشه از این طریق و این تبارز پیدا میکنه، شکوفا میشه آنموسته که بخیر در بخش البته بخش طبابت، بخش روباتیک، بخش نظامی ما میتونیم که از توانایی های دانش آموزای ما استفاده کنیم. بنان اینیم آغازش دور مکتب است که اگر ما این مضامین را بگنجانیم، مضامین فرعی البته جدا از اینکه مضامین معارف است، او خب با همون تمام شد و مدش با همون تمام قوانینش تدریس میشه. جدا از همین موضوعات روباتیک، موضوعات زبانهای خارجی که خیلی مفید هم هست به درد جامعه هم میخوره، به درد دانش آموزای ما و در آینده هم خیلی مفید واقع میشه. این مضامین خیلی خوب هستند که امو توانایی‌هایشان در بخشای بخصوص سرکوب نمیشه. بله آقای نوید، گرچه اشاره هم داشتین به این که ربات‌های بسیار جالب ساخته بودن، به این چیزهایی که شما را به حیرت واداشت و شما را واقعا حیران ساخت که چقدر استعدادها نهفته است در این نمایشگاه، چه چیزهای جالبی بود در آنجا؟ واقعیتش چیزی که خیلی جالب بود، دختر خانم‌ها شاگردای صنف 6 به پایین ما هم خیلی علاقه نشان میدادن. حتی ربات‌های رو ساختن هم که خیلی چشمگیر بود. آدم فکر میکنی نه اونمو یک شایعه است که میگن دختر خانم‌ها ضعیف‌تر است، نبود. خوشبختانه خیلی جالب بود برای ما که حتی با انگیزه تر خیلی همون سیستم مغلق و پیچیده تر و خوبتر پیش می بردن. دانش آموزای ما ای بود که خوشبختانه تانستیم ربات بسازیم و حتی کارهای موتور بلد بودن. یک راهنمایی میکردیم، باز میگفتن این رقم شود چطور است، این رقم چطور، و بالاخره حتی بعضی وقت انگیزه میدادن برای ما. این خیلی جالب بود که دختر خانم‌ها هم شاگردای اوناس ما البته و هم خیلی خوب کار میکردن. صنف 6 به پایین البته هدفم هست. بسیار عالی. بسیار عالی. آقای نوید، بیاین راجع به این صحبت بکنیم که همچون فرایندهای چقدر
میتونه کمک بکنه تا ما با استفاده از او دانش آموزا را تشخیص بدیم و مشخصا در همو بخشا کمک بکنیم. و این فعالیت ها چقدر کمک کننده هست تا حس همکاری و کار کردن گروپی در میان اینها تقویت شود؟ خب اول این هست که تشخیص بدیم که واقعا کدام موانع سر رایشان است یا تواناییش دمی بخش نیست. به می خاطر چندین مرحله یا ارزیابی میشه. بسیار در ایسی تدریس، در ایسی کار. اما اول ابتدایی مثلا موتوری را برشان تشریح میکنیم، میگیم خیلی بگیرین شما عملی کار کنین. اما نحوی کار کردنش نمایان میسازه که ای آدم یا امی دانش آموز ساخته شده در این بخش. یا در بخش زبان مثلا ما دانش آموزی را داریم که ما و شما در صنفی دوران مکتب خود ما که مثلا متعلم بودیم میفهمیدیم یک شاگرد در دیگه مضامین‌ها اونقدر لایق نبود ولی در یک مضمون خاص خیلی لایق بود. یا در انگلیسی بود مثلا، یا در ریاضی بود مثلا، خط خواندن متنش ضعیف بود. بنابراین این دانش آموزا هم و این مکتب هم دقیقاً اون مکتب است، فقط اینجا توجه بیشتر میشه. استعداد دقیق‌تر تمرکز روی استعداد دانش آموز بیشتر است که کدام بخش مثلا این دانش آموز مثلا توانایی داره، آنمو بخش را بیشتر فوکس میکنیم. جدا از اون دیگه بخش هم روش کار میشه و بیشتر در این مسیری همین رشتش قرار میدیم که خوشبختانه باز تشخیص هم داده میشه و مفید واقع میشه و خودش هم تا انگیزه میگیره که تغییرات به بالای دیگه مضامین، دیگه درسایی که ضعیف بود ایره کار کرده، حتی دوام باز تغییرات می پیشرفت میکنه. برای تشخیص چندین مرحله ارزیابی میشن. بسیار عالی. آقای نوید، در این نمایشگاه خانواده ها هم اشتراک داشتن. آنها چقدر علاقمند این بخش بودن و چقدر توصیف کردن از این گونه فرایندهایی که میبینن اطفال نازنینشان در واقعیت چیزهایی را نوآوری میکند، ابتکاراتی را انجام میده. خانواده چقدر علاقمند این بخش ها بودن؟ خب خانواده طبیعتا دیگه وقتی که طفلکشان را میبینه یک ابتکار تازه ایجاد کرده یک نوآوری اینجا ساخته و یک نوآوری کرده، این خودش طبعا خیلی با شور و شوق می آمدن، ویدیو می گرفتن، حتی استوری می موندن، خیلی تشویق و این خودش اما تشویق خانواده‌های گرامی بودن که ما خوشبختانه بیشتر انگیزه گرفتیم روی اولادایشان کار کرده روان هستیم تا یاد کشور ما بخیر تمامشان مفید واقع شوند و کلشان آینده ساز کشور ما شوند. بسیار سپاس جناب استاد که آمدین، دعوت ما را پذیرفتین. در قالب یک پیام گفتنی های شما به کسانی که مسئولیت اداره مراکز آموزشی را دارند و یا هم بنیانگذاران مراکز آموزشی هستند. واقعیتش درست است، کمبودی ها هست، نابرابری ها هست، اما هیچ وقت نباید تسلیم شد، هیچ وقتی نباید زیر فشار رفت. چون مقوله هست یا یک جمله از یکی از بزرگان است که میگه امروز سخت است صبا سخت‌تر است، ولی دیگر روز بدون شک سختی خسته میشه وقتی که کمی توانایی تو را ببینه. راحتی آسودگی است اگر ما بگذاریم و بریم و در فکر کشور دیگه بوده باشیم و جای دیگه. خب اینجا اگر نشد فکر نکنم اونجا منشنان صحیح بیایه به مخاطر فکر کنم تلاش را ادامه داد، تسلیم نشد. یعنی با تلاش است که زندگی معنا پیدا میکنه. بله، اظهار سپاس از جناب استاد نوید. عزیزان خوب، بیننده های عزیز، تلاش شما نماینگر استعداد شما است. اگر شما استعداد داشته باشین و تلاش نکنید، بدون شک استعداد شما در درون شما نهفته میماند و به شکوفایی نمیرسد. پس شما تلاش بکنید که استعدادهای خود را بیرون بکشید، تلاش بکنید تا این استعدادهای شما شکوفا شود و موجب خدمت به کشور عزیز ما افغانستان و امت اسلامی شوید.